راه منطق یا راه جنگ. جنگ کردن باید حالا ختم شود، چون منطق و عقل و دانشمون خیلی زیاد شده است. جنگ کردن را برای حیوانات بگذاریم، چون حیوانات عقل ندارند، تنها در فکر بقای خود اند. ما و شما خو عقل و دانش خیلی پیشرفته داریم. حیف است که سلاح‌ها را بر طرف یکدیگر گرفته نه تنها عساکر یکدیگر را تلف کرده، بلکه اطفال، زنان و حتی حیوانات را به شکل بسیار بیرحمانه می‌کشیم. رای نمیزنیم که اگر این خانه سر اطفال و زنان بیفتد شاید اونا زنده باشند تا چند روز و به چی زجر اون هم بمیرند. هرگاه خودشان را اینطور جزا آدم بدهد خواهند فهمید که جنگ کردن چی معنا دارد. تا وقت خودشان در آن حالت قرار نگیرند از دل کسانی که به این شکل از بین می روند نمی آیند. وقتی ببینند که شاید برتر سلاح از طرف مقابل دارند باز خیلی بیرحم می شوند و تا طرف را زن و طفل و پیر را با آتش می کشند. پس نام خود را چرا انسان ماندند؟ چرا نام خود را حیوانات و حتی بدتر از حیوانات نمی گذارند؟ بگویند ما از حیوان کرده بدتر هستیم. هرگاه حرف منطق بزنی و بگویی بیا بنشین حرف بزن بازم تهدید میکنند، چون خاصیت انسانی خود را از دست دادند. هیچ جنگی وجود ندارد که با منطق و حرف حل نشود. دست بردن به سلاح خرابترین شکل منطق است. حتی حیوانات این شکل نمی جنگند که تمام نسل طرف مقابل را از بین ببرند. وقت سیر شدن اعلام می دهند، اما اطلاع نفرها به کوچکترین رحم به یک فامیل نداشتند. همه را بدون استثنا می کشت. نمی گفت که این طفل خود چرا می داند اون چرا باید کشته شود. حتی از کشتن اونا هم لذت می برد. هرگاه بگوییم به کلی شیطان شده بود واقعا درست است، چون شیطان است که از انسان و حتی نسلش نفرت دارد. بدتر حتی از نسل آلمان ها هم نفرت داشت، چون اطفال خرد اونا را به جنگ سوق می داد و کوچکترین احساسی که این طفل کوچک چی گناه دارد که برود بجنگد نداشت. وقتی همه جنرالان گفتند امکان ندارد پیروز شویم، گفت گناه شما بود که از اول همین طور فکر میکردید وگرنه من پیروز میشدم. این بود منطقش. وقتی حرف درست بزنی گناه و مسئولیت شکست را به گردن خودت میاندازد. همین طور شیطان است. وقتی حرف حق بزنی میگوید گناه تو است که ما اینطور شدیم، چون منطق در شیطان وجود ندارد. از همین شیطان را میشناسیم. وقتی منطق بگویی تهدید میکند و خود آدم را محکم میگیرد، چون به این شکل میخواهد از زیر گناه به در رود. وقتی منطق بگوییم با هم، چون همه ایمان انسان هستیم، همه موضوعات را حل کردن میتوانیم. جنگ کردن خودش عمل حیوانی است، خصوصا حالا که به مرحله بالایی رسیده ایم. مثلا بردهداری از بین رفته است، کارگران حقوق خود را دارند، دهقانان آرام میتوانند زندگی کنند، زنان با آزادی خود رسیدند، تبعیض‌ها از بین رفته است، یکی بر دیگری برتری نداریم. چی نژاد سیاه باشیم، چی سفید و چی زرد، همه منطق قوی داریم. یکی بر دیگری برتری نداریم، چی از نگاه زبانی، چی از نگاه دماغی و جسمی. هرگاه وقتا جنگ میکردیم خب میگفتیم تحت ظلم قرار داریم، اما حالا چی بگوییم؟ هرگاه همه مداخله کنیم همه جنگ ها ختم میشود. مذهب یکدیگر را احترام کردن و حتی فهمیدن مذاهب دیگران مهم است. حتی میتوانیم همزمان مسلمان و هم مسیح باشیم. هرگاه اون را قبول نداریم میتوانیم و باید بتوانیم مذهب دیگران را بخوانیم، از اون چیزهای زیاد یاد میگیریم. مثلا شاعران فارسی زبان همه ایشان تقریبا کتاب انجیل، تورات و قرآن را خوانده بودند و به یاد داشتند. از اون خاطر اشعار خیلی قوی و نادر به وجود آوردند، چون دانش و فهم و انسانیت و خوبی و مهربانی آدم بلند می رود. دیگر مهم است افلاطون را بشناسیم و از نامهای مختلف استفاده می کنند. نگذاریم ما را به جنگ بیندازد، به نام مهاجر یا به نام کافر یکدیگر ما را جدا کند، در حالی که اگر گذشته هر کداممان را ببینیم خود مهاجر بوده ایم، از دیگر جاها آمده ایم. پس با اونی که از مجبوریت می آید چرا مهاجر می گوییم؟ باز مهاجرت کار خیلی بزرگ در طول تاریخ انسان ها بوده است.
پیدایش قاره‌های جدید از برکت مهاجرین است. کشف امریکا، استرالیا و دیگر جاها همش از برکت مهاجرین است. همیشه چیز مثبت را به وجود آوردند. همین حالا هرگاه مهاجرین نباشد نسل اروپاییان به قهقرا می رود، چون با وجود مشکلات اروپاییان اونها را تشویق به آوردن نسل می کنند. به غیر از آن در پیدایش کارها و کارگر کمک می کنند. کافر گفتن به مسیحیان خودش یک عمل خیلی بده است. اول اونا مسیحیانند و به عیسی مقدس ایمان دارند. دوم کار و انسانیتشان را ببینید خیلی انسان صفت و اولیه است. یک بخش دارایی خود را به دیگران میدهند و در آبادی دیگر قسمت‌های جان سهم میگیرند. بسیاری وقت حتی جان خود را در خطر میاندازند تا دیگران را کمک کنند. بسیارشان وجود داشت و دارد که همه دارایی خود را صرف خدمت و کمک به دیگران کرده است. از جمله آلفرد نوبل است که همه دارایی خود را وقف خدمت به بشر اختصاص داد و تا به حال هم همه ایمان به نامش افتخار میکنیم و کسی را که اون جایزه را بگیرد بسیار احترام میکنیم. میگوییم جایزه نوبل را گرفته است. افتخار بزرگ برای ما است. کسی گفتش تو همه دارایی را میدی به دیگران، مقصدت چی است؟ گفت همین دارایی یک وقت جنگ ها را ختم خواهد کرد. واقعا حالا همه تلاش داریم تا اون جایزه را بگیریم و صلح را در جهان به وجود بیاوریم. با احترامات نهایت فراوان، دکتر محمد فهیم.